تمام این قسمت باب اسفنجی با هوش مصنوعی ساخته شده و ویدیو مثبت 18 است. لطفاً حمایت کنید. این قسمت باب اسفنجی و پاتریک در غار روح، یعنی من. باب اسفنجی یه جای غار هست. بیا بریم داخلش ببینیم چه خبره. عالیه پاتریک، بیا بریم ببینیم چه غاریه. باب اسفنجی بیا بریم داخل غار. غار عجیبیه پاتریک، ولی بیا بریم داخل غار ببینیم چیه. اینجا خیلی ترسناکه پاتریک. آره واقعا ترسناکه. اینجا چی کار میکنی؟ وای، گمشید بیرون. تو چی هستی؟ بگو. شما به چه حقی اومدید تو غار من و من رو از خواب بیدار کردید؟ زود جواب بدید، تاجرتون ندادم. آقای روح به خدا باب اسفنجی گفت بریم تو این غار کونه همدیگه بذاریم. داره کوس میگه بیناموس، همش کاره این بیناموسه. بهونه های کیریتون به من هیچ ربطی نداره. حالا من کون هر دوتاتون میذارم. بدبخت شدیم. آقای خرچنگ، یه روح میخواد کنه منو پاتریک بذاره. هیچ روحی حق نداره این کارو کنه. این فقط کار منه. آقای خرچنگ بیا بریم نزار اون روح کونه ما بذاره، بعد خودت کونه ما بذار. آره آقای خرچنگ، پاتریک راست میگه، بیا بریم ما رو نجات بده. باب اسفنجی و پاتریک آماده بشید بریم غار. من باید کنه اون روح بذارم تا دیگه هیچ وقت این حرفو به شما نزنه کنی. تمام این ویدیو با هوش مصنوعی ساخته شده. اگه برای ادامه ایده‌ای دارید تو کامنت ها بگید، تو قسمت بعدی اضافه کنیم. منتظر قسمت بعدی باشید.